کارکنی مثال‌ها اصلی دوام میکنیم. در این درس باز کنچه‌های مخصوص رو میبریم. کدام کنچه‌های مخصوص در اینجا 9 گرادوس، 90 گرادوس، 180 گرادوس و 270 و 360 این با کنج 9 یک خیلی است، یک توپ میکنیم و 9 گرادوس با میبیاییم. یا اینکه از جهت رادیان میکنیم 90 چی بود؟ پی تقسیم 2 است، این پی است، 180 3 پی تقسیم 2 و 2 پی و اینجا 9 با 9 رادیان. از جهت رادیان چقدر کار میکردیم؟ این کنج ها رو اشاره میکنیم. دو نمود کنج نشان دهی است از روی درجه و رادیان. و به کلکولاتور سینوس، کوسینوس، تانگنس کدام این کنج ها رو از روی دوره چقدر یافته میتونیم. البته که شما کلکولاتور استفاده برده نمیتونید. برای همین دایره رو در سیستم کوردینات گزارش کنیم. دایره که رادیوس 1 دارد، رادیوسش 1 است. و از اینجا چرا که میدونید این نقطه ها کوردینات چی دارن؟ 1 و 9، 9 و 1، مینوس 1 9، 9 مینوس 1. اگر مرکز 9 باشد 9 9 که رادیوس 1 است، همین کوردینات ها رو دارن. وقتی که من کنج میکشم در دایره، وقتی که ما کنج میکشیم در دایره ما، این نقطه کوردینات دارد x و y و x y که کنج چه علاقه دارد؟ کوسینوس همین کنج با x برابر است و سینوس همین کنج با y برابر است. از اینجا چی معلوم میشود؟ نقطه A 1 و 9 است کوردیناتش. از اینجا معلوم شد که کوسینوس 9 گرادوس برابر است با 1 سینوس 9 برابر با 9. این کنج رو میبینید. این کنج چند است؟ 90 گرادوس است. کوسینوس 90 گرادوس یا که پی تقسیم 2 این با چند برابر میشد؟ میبینیم که کوردینات 9. سینوس 90 گرادوس با چند برابر است؟ 1. بعد با این کنج میبینیم با کنج 180 گرادوس. و کنج اگر 180 گرادوس بیاییم، در اینجا معلوم میشد که کوردینات چی است؟ x مینوس 1 y 9. یعنی کوسینوس 180 گرادوس با مینوس 1 برابر است، سینوس 180 گرادوس با 9 برابر است. همین کنج 270 هم خیلی میتونیم. کوسینوس 270 کوردینات x چی است؟ 9 است و 9 برابر است. سینوس 270 برابری مینوس 1 است. باز با کوسینوس 360 سینوس 360 بیاییم، باز همین چی رو که 9 داده بود اون رو میدهد. بعد تام سینوس کوسینوس رو فهمیدیم. اکنون تانگنس کوتانگنس رو چیکار میکنیم؟ تانگنس چه که ما میدونیم؟ تانگنس یک کنج با سینوس تقسیم کوسینوس کنج همون برابر است. همین خیلی نیست؟ اکنون ما میدونیم که اگر از ما تانگنس 9% تانگنس 9 رو چی باید نوشتم؟ تانگنس 9 اگر از ما پرسان این چی من دارد؟ سینوس 9 تقسیم کوسینوس 9. تانگنس 9 گرادوس این برابر سینوس 9 تقسیم کوسینوس 9. از اینجا معلوم میشه سینوس 9 با چی برابر است؟ سینوس 9 با 9 کوسینوس با 1. 9 تقسیم 1 این با 9 برابر است. تانگنس 90 گرادوس با چی برابر است؟ سینوس 90 گرادوس کوسینوس 90 گرادوس. از اینجا ما می‌بینیم که سینوس 90 گرادوس با چی برابر است؟ با 1 برابر است و 9. از این دید میتونیم که 1 تقسیم 9 تقسیم نمیتونیم، یک عدد رو با 9 تقسیم کردن نمیشد. برای همین 9 معلوم است یا اینکه به آخر میگویم. در اینجا به آخر با به آخر میگن 9 معلوم است. و تانگنس کدام دیگر کنج رو از روی همین یافته میتونیم. تانگنس چی بود؟ کوسینوس تقسیم سینوس. و به کلکولاتور از روی دایره شما میتونیم باز همین 4 کنج مخصوص رو سینوس کوسینوس رو یابیم. اکنون بیایم به سوال ها. اینجا سوال ها هستن. البته قیمت ifade رو یابیم. میگن کوسینوس 9 گرادوس مینوس سینوس 30 گرادوس. سینوس 30 گرادوس این کنج مخصوص بود. در درس پیش نفهمیده بودم. از روی 3 کنج میریم. 3 کنج رو باید کشیم. سینوس 30 گرادوس این برابر میشود به 1 تقسیم 2. کوسینوس 9 گرادوس از روی دایره میریم. در اینجا کوردینات x چی است؟ کوردینات x با کوسینوس برابر است 1. یعنی این 1 میشود. کوسینوس 9 با 1 برابر است و از اینجا چی میخوایم؟ ما طرح کنیم. 1 طرح 1 تقسیم 2 یعنی 1 تقسیم 2 میشود. جواب ما آ میشود. مثال نوبتی 2 کوسینوس 60. کوسینوس 60 از روی 3 کنجه با میریم. در درس پیش نفهمیده بودم. این باز 1 تقسیم 2 میشود.
حتی شما میتونم عزیز کنید کوسینوس 60 برابر است به سینوس 30 گرادوس، چون که اینها در یک سکند جمعشون 90 گرادوس است. 2 ضرب 1 تقسیم 2 مینوس 1 تقسیم 2. اکنون سینوس 90 گرادوس در اینجا است. سینوس که است من با کوردینات y نگاه میکنم، این چی است؟ 1 است. ضرب 1 این میشه 1 مینوس 1 تقسیم 2 باز میشود 1 تقسیم 2. جوابی 1 خیلی. دوام میکنیم. اگر کنچو با درجه نه لیکی با رادین با پی داشته باشد باز همون چی است؟ این کوسینوس 90 گرادوس، کوسینوس 90 گرادوس نگاه میکنم، کوسینوس x است، کوردینات x با 9 برابر است. اینجا 9 میشود. سینوس 9 در اینجا کوردینات y رو 9 است. با سینوس 3 پی تقسیم 2 این سینوس 270 گرادوس. 270 گرادوس در اینجا کوردینات y رو نگاه میکنم مینوس 1 یعنی این به مینوس 1 برابر است. کوسینوس پی این با 180 کوردینات x با مینوس 1 است. و از اینجا که رویم این دو ifade به 9 برابر است. در اینجا این مینوس 3 ضرب مینوس 1 چی میشه؟ مینوس 3 ضرب مینوس 1 جمع مینوس 1 این میشه 3 مینوس 1 برابر 2 و جواب ما 2 میشود. نوبتی در اینجا مثال نوبتی سینوسی پی تقسیم 6 این سینوسی 30 گرادوس از سکندجوی مخصوص این باز 1 تقسیم 2 میشود. کوسینوس 9 باز نگاه میکنیم کوردینات x 1 است این با 1 برابر است. سینوسی 270 3 پی تقسیم 2 سینوسی 270 کوردیناتش نگاه میکنم مینوس 1 و کوسینوس پی تقسیم کوسینوس 45 این میشه ریشه 2 تقسیم 2 اینکه 1 تقسیم ریشه 2. بیاین از نام نویسم مثال 351 اگر از نام نویسیم 12 ضرب 1 تقسیم 2 جمع 8 ضرب 1 جمع 12 مینوس 1 جمع 2 ریشه 2 ضرب 1 تقسیم ریشه 2. از اینجا ما ساده کرده میتونیم. در اینجا ریشه 2 میروند 2 میماند و اینجا 6 یعنی برابر با 6 جمع 8 مینوس 12 جمع 2 میشود. و از اینجا میشه 14 2 4 جواب ما ده میشود. سوال آخران اگر کنج ما مینوس باشد در درس پیشین فهمیدن شما باید دقت کنیم که کوسینوس و سینوس تانجنس کنن پلوس مینوس هستند در کدام چهارک ها و اگر ما خط مینوس رویم نگاه کنیم یکمش کار کنیم سینوس پی تقسیم 3 سینوس 60 گرادوس است این برابر میشه ریشه 3 تقسیم 2 که از سکندجوی مخصوص یافته میتونه. کوسینوس مینوس پی تقسیم یعنی اگر مینوس باشه شما برعکس میرویم از روی ساعت میرویم. شما در اینجا کنج شما در اینجا است. این به چی برابر است؟ کوسینوس ما میگیم که در اینجا مثبت است در چهارم چهارک مثبت است یعنی جواب ما در اصل اخم میشود و کوسینوس پی تقسیم 6 برابر است و کوسینوس 30 گرادوس ما میدونم این باز ریشه 3 تقسیم 2 است از سکندجوی مخصوص. کوسینوس 2 پی تقسیم 3 این به چند برابر است؟ با 120 با 120 برابر است. کوسینوس در دویم کوسینوس این منفی است کوسینوس 2 پی تقسیم 3 این منفی است و این برابر می شود با کوسینوس 60 گرادوس مینوس کوسینوس پی تقسیم 3 این می شود باز 60 گرادوس یعنی مینوس 1 تقسیم 2. سینوسی مینوس 3 پی تقسیم 2 برعکس می رویم یعنی از اینجا 90 گرادوس رفتم 180 گرادوس با 270 گرادوس در اینجا آمدم و از اینجا می‌بینیم که سینوس کوردینات y است یعنی با 1 برابر است و این برابر چند میشه؟ 1. و بیاین اکنون هم از جهت عدد نویسم 4 ضرب ریشه 3 تقسیم 2 ضرب ریشه 3 تقسیم 2 باز مینوس 16 ضرب مینوس 1 تقسیم 2 ضرب 1. از اینجا میشه این ضرب رو باید اختصار کنیم چی میشه 4 2 اختصار ریشه 3 ضرب ریشه 3 این با 3 برابر است مینوس مینوس پلوس میشه جمع 8 و این برابر میشه با 11.